ارادت. آقا اینجا قرار سقف کاذب بخوره. ما با کارمون خیلی حال میکنیم. میخوام از یه اتحاد، یه وحدت براتون حرف بزنم از کار خودم. یه رفاقت‌های جدا داریم. 60 120 بعد تایل 60 تا 60 و سازه 3 و 60. جدایی اینا از هم دیگه توی هر کدوم توی یه کارتونن که جدا به ما فروخته میشه. ولی توی اتحاد وقتی یک پارچه که میشه اینا کنار هم دیگه یه نظم خاص و یه قشنگی کاملی بهت میده. خب اینا هنوزم یه رفاقتی دارن. یعنی تراز مثلا یه رفیق خوبشونه. داداش درلم کو. به به این بچه درل من بهترین رفیقشونه. داش علی خب اصلا اوستا گل داداشم تاج سرم بزرگمون. اینم رفیقشونه. ببین هم کار جمع میکنه، هم کنار هم دیگه یه عمر با هم دیگه رفاقت دارن، کنار هم دیگه چفت و گفتن. اتحاد داشته باشید.